خیلی گرسنه‌ام. شاید یک ساندویچ بخرم یا شاید به رستوران بروم. شاید به خانه برگردم و چیزی برای خودم درست کنم. شاید هم به خانه مادرم بروم و در آنجا غذا بخورم. دستپخت مادرم خیلی خوشمزه است. شما وقتی گرسنه‌اید چه کار می کنید؟ کدام یک از کارهای بالا را انجام می دهید؟ نمی دانید؟ شاید باور نکنید، اما نادر هیچ کدام از این کارها را نمی کند. او در روستایی نزدیک دریای خزر زندگی می کند. نادر برای غذا پول نمی دهد، بلکه آن را در طبیعت پیدا می کند. به نظر او در اطراف ما پر از غذای سالم و رایگان است. نادر نویسنده و معلم است. افراد زیادی به کلاس‌هایش می‌روند و او به آنها یاد می‌دهد که چطور غذاهای موجود در طبیعت مثل قارچ، میوه و سبزی را پیدا کنند و از آنها سوپ یا سالاد درست کنند. نادر کمتر گوشت می‌خورد، اما فقط گیاهخوار نیست. برای مثال از رودخانه ماهی می‌گیرد یا گاهی شکار می‌کند و با گوشت آنها غذاهای خوشمزه درست می‌کند. دستور خوراک‌های او در کتاب و وبسایتش موجود است. البته خوراک‌هایش کمی غیر معمول و متفاوت به نظر می‌رسند، اما مطمئناً سالم، تازه و مجانی هستند. هنوز گرسنه‌ام. شاید به کنار رودخانه بروم تا ماهی بگیرم و آن را همانجا کباب کنم و بخورم.